إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همدیاران عزیز، برادران و خواهران بسیار گرامی، از الله بسیار بسیار مهربان دعاگو هستم که الله مهربان مرادها و مطلوبها و مقصودهای نیکی همه شما را الله مهربان حاصل گردانه و گذشتگان همه شما را الله مهربان رحمت و مغفرت کند، بیماری هاتون شفای کامل نصیب گرداند، فرزندهای در سفر بودمان الله مهربان سفرهاشون خیر و نیک بگرداند و الله مهربان در این ملک ما و شما، در این دیار ما و شما همیشه خوبی ها و آسودگی ها را الله مهربان نگهبان باشد. برادران عزیز و گرامی، الحال در پیش من یک چند سوال هایی هست که میخواهم با این سوال ها به شما جواب گردانم. اولین سوالی که در اینجا آمده است، گفتن استاد درباره نماز تحفه رسول برای ما معلومات دید. خواهران و برادران عزیز، حقیقتا از پیش وقتا در مردم ما خواندن نماز تحفه رسول بود. همچنان در برابر این یک نفر از ما از دنیا میگذشت، نماز حول گور را می گفتن. ولی خداوند باز هم توفیقاتون زیاد کند، در گرد این نمازهایی که من الحال ذکر کردم، یکی تحفه رسول یا اینکه حول گور برای خاطر مقصد سبکی عذاب قبر یک برادر، این گونه نمازها یعنی با سند و با دلیل و با حجت ثابت نشدن. از این لحاظ ما در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که از بس که این از روی محبت می شود، آیتی که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یعنی ما در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر صلوات بفرستیم و بیشتر مقصد از پیامبر گرامی از فرموده هاش اطاعت کنیم، البته این برای ما و شما نیک و خوبتر است. ولی تحفه رسول نماز من نیت کنم، خود 2 رکعت باشد، خود 4 رکعت باشد، من راستی مادرها و برادران عزیز با یگان سندهایی که لازم باشد و ثابت باشد که این گونه نماز در ما هست من نیافتم و من ندیدم. و این خاطر برای شما هم برادران و خواهران عزیز این گونه خواندن نماز هیچ ضرورت ندارد. دیگر سوالی که کردن، گفتن بابای حاجی من بعد از 2 سال زندگی هم فهمیدم که شوهرم نرکمن بوده است. میخوام از او طلاق گیرم، گناهگار میشم پیش خدا یا نه؟ اولا الله مهربان دعا کنیم برادران و خواهران عزیز که الله برای ما و شما
هرگاهی که خواهرای ما شوهر میکنن، شوهرهای خوب، شوهرهای مردهای صالح، و هرگاهی که اگر زن میگیرن، زنهای پاک دامن و زنهای نیک را الله نصیبشان گردانه. حقیقتا برادران عزیز، امروز اگر این خواهر ما مراجعت دارد که شوهر من نرکمن است، مقصد با نرکمن زندگی کردن این خیلی و خیلی دشوار است. چگونه ای که با یک زنی که همیشه در پی آزارت باشد، در پی شرمندگیت باشد، هیچگاه مقصد برای تو روز خوش ندهد و هیچ وقت پدری تو، مادری تو، نزدیکای تو هیچگاه مقصد از حساب زنی تو آرام نباشند، با این گونه زن و با این گونه شوهر زندگی کردن، حیات را لذت و مزهش چشیدن هیچ امکان ندارد. برای این اگر خواهر عزیز بینید که اولادها و نزدیکا یا خود همه آدم دنبال طبابتش باشد و خواهد که از همین حالت بیرون شود و او در پی طبابتش باشد، امکان دارد که با این آدم مقصد من بعد انشاءالله اگر زمین راهش گردد خوب. لیکن بینی که نه، همیشه کارش همو نرکمنی هست، همیشه کارش مقصد گوییم که در حالت الست و ملست است، مست و الست است. در این حالت ها خواهر عزیز شما حق دارین، شما حق دارین که زندگی تونه با این گونه نفر تلخ نکنین. زندگی ما و شما نه آنقدر عمر درازی داره. پیامبر گرامی گفته از عمر امتی ما بین 60 تا 70 است، ولی ببینید چقدر باید سرعت تیز عمر ما و شما سپری میشود. با این خاطر یک روزم که باشم باید که من روزی خوب بینم، روزی نیک بینم، حیات شیرین بینم. برای همین خواهر عزیز شما گناهگار نمیشین اگر این آدم در دنبال بهبود و طبابتش باشد. امکان دارد که شما صبر کنید، لیکن بینید که نه تماما و تا چندی همین کارش رفته سعی، شما حق دارید که مقصد از این آدم جدا باشید. استاد من عائله دار نیستم، میتوانم که مادرم را به حج روان کنم؟ یعنی دادن ما میگد من خود زن ندارم و آیا میتونم مادرم مقصد حج روان کنم؟ البته میتونین شما. اینجا برای آنه که مثال شما زن ندارین یا خواهرایی که مثال صاحب کارن شوهر ندارن، آیا اینها مثال میتونن پدر و مادر حج روان کردن؟ اینجا یگان مانگی نیست، هیچ مانگی نیست. لیکن اینجا یک مسئله است که هرگاهی که شما مالدار شدین، فرزندا، حج به گردن شما فرضه، به گردن پدر و مادر تا نه. پدر و مادر رو خوب گوش کنین همین را، برای خاطر اون که فرزندای ما پدرها و مادرها را که بسیار احترام میکنن و از این نازکی مسئله که آگاهی ندارن، شما اونها را یاردم کنین. پیامبر گرامی گفتن خداوند رحمت کند پدر و مادری را که فرزند در کار دنیوی و اخرویش یاردم میکند. خداوند گفته است رحمتشون کند، خداوند برکتشون تید. برای همین شما فرزند وقتی میخواهد که شما را حج روان کند، شما گوییم بچم حج یکی از رکنهای دینه، یعنی فرضه، و شما بچم که مهنت کردین پول یافتین، اول به گردن شما فرضه. شما رفته گردنتون فرضیت ساقط کنین و بعدا انشاءالله آینده خدا خواهد ما را که روان کنی، دیگر اینجا ده هم الله راضی و هم فرض از گردن تو ساقط و هم ما هم ده حقتون دعای نیک میکنیم. پدرها و مادرها همین مصلحت فرزندا را تین، زیرا اینها روشانه میشود یا شرم میکنن یا حیا میکنن یا مردم میخندن که این بچه را ببین پدرش یا مادرش حج نرفته، خودش حج رفت. مردم نمیدونه که حج به گردن همون مالدار فرضه، به گردن پدر و مادرش نه. چلی که امروز فرزند مالدار میشود، مال زکات چه فرزند باید بتد، پدر و مادر نمیتد کو. برای همین
انا پدرها و مادرها فرزندها را یاردم کنین در همین کارها تا که اونها از گردن خودشان فرضیت ساقط کنند. بعدا که آمدن انشاءالله به گردن شما علی ضرورت نداره. اگر خواهین زنش بتین، با کارش که خوب باشد، درآمدش که ناز باشد، زنش بتین. با بعد مثال زن گرفتن بعد میتونه که شما مقصد از حساب درآمدهای فرزندتون برین حج کنین. بهترین نور بالای نور می شود. استاد کودکم 1 ساله و 5 ماهه هست، یعنی شیرخور است. من می توانم روزه بگیرم؟ اکنون اولا همه شما را برادران عزیز ماه رمضان بسیار نزدیک آمده است. من همه تون تبریک میگم، تهنیت میگم و از الله مهربان دعا میکنم که شما را صبری در این عبادت نصیب کند و شما را توفیق دهد که از این ماه مبارک احترام کنین، عزت این ماه را بجا بیارین و از این ماه روزه گیرین، از فضیلت ها و اجرهای این ماه برخوردار شوین. دیگر اینه که پیش از آنی که این سوال من جواب گویم، به همه مالدارها، پولدارهایی که زکات دهنده هستین و شما مراجعت میکنم که در یگان مقصد خبر کتابی نآمده است که زکات فقط در رمضان باید جدا کرده شود. در تمام سال اگر شما زکات دهین، همه وقت زکات انشاءالله جای خودش میگیرد. برای همین حاضر پیش از همین رمضان آمدن شما زکاتاتون به مردم تقسیم کنین تا که مردم مقصد پیش از روزه یک خرسندی فرا بگیرش، تا مردم مقصد با مبلغ شما رفته یک گفتی همین مردم گوشت و پوست و با یک میده چویده شب بخره بگیرن. برای همین شما نیستین که کی دهه آخری رمضان می شود یا کی رمضان می درآید و بعد شما زکاتیه. اگر در همین خیال حالتی که مقصد همسایه ها هست، نزدیکات هست، نیاز دارن، حاجت دارن، تو اگر 20 رمضان انتخاب کنی، تو در اینجا بازم آنی که بگوی ثواب میگیرم گناهگار میشه. از این لحاظ شما این کار مقصد پیشتر کنین. حاضرین، همین حاضر قریب یگان چند روز دیگه، یگان 13 یا 14 روز دیگر مونده است. الکی شما میتونید که اگر مثال شما گویم 10,000 سامانی میدادگی باشین، همین 10 نفر دا تقسیم کنین، یعنی 1000 بتین تا یک مقصد همون تا یک گوشتای آردای اون چیزهاش مقصد خرید کرده بتونه. دیگه 50 سومی و 100 سومی دیگه آدم بسیار را گفته تقسیم کنم، با اون مبلغی تو مقصد هیچ جای کار این بیچاره بود نمیشود. برای همین حرکت کنین که همون مبلغی که مثال 10,000 باشد 1000 تقسیمش کن، 20,000 باشد 1,500 2,000 تقسیمش کن، تا که همین نفرها مقصد با پرگی دیگر یگان غم، یگان دقت، یگان مشکلات در رمضان فراشون نگیرند. برای این برادرای عزیز همین سخنی من که به گوشتان رسید همین را اجرا کنین، الله مهربان پاداش بزرگ تان میتن. بسیار دلت نمانده تو باید بگوی در رمضان بتون یک 90% امرا پیش رمضان بته، 10% بعد در رمضان میلش تقسیم کن. اگر چنده من گفتم که ضرورت ندارد که باید زکات فقط در رمضان تقسیم شود. حاضر مردم که نیاز داره برای نیازی مردم برانید. انشاءالله از رمضان دم دیده در همین خیال حالت شما ثوابی بیشتر میگیرین. این خواهری که ما را سوال دادن در شریعت برای نفرهایی که حامله دار هستند، مثال بگوییم که انا قوت روزه گرفتن ندارند، دیدن که زن حامله دار در بسیاری بیماری ها مبتلا هست، الله برای اینا رخصت داده است که فرزند تولد کنند. بعد روزهایی که مقصد انا گویم از نفاس پاک شدن میتونن که بعد روزه را در یک روز قضا میگیرن، همون 30 روز از 30 روز روزه میگیره. همچنان خواهرایی که کودکای میده دارین، شیرخور هستند، یعنی یگان اگر
هست مادرایی که شیر نمیتن، یعنی با همین شیرهایی که امروز در مگزین ها میفروشن با همین مقصد فرزندان را شیر میتن. اونها در گردنشون فرضه که روزشون گیرن، لیکن مادرایی که از خودشون شیر میتین و فرزند باید که مقصد در یک روز چند بار شیر میخورد و او شیر از خوردن مادر حاصل میشود. تا مادر غذا نخورد شیر حاصل نمیشود. برای همین برای اینها هم اجازت هست که شما روزه هاتون بخورین و بعد رمضان روزه هاتون ان شاء الله قضا میدارین.